زودتر اون سکار جمع کن خانم گریم شا. زود باشید همگی. بجنبین زیاد وقت نداریم. بجنبین. کلی هم وقت داریم مایکا. باید همگی یه صحبت کوچیکی داشته باشی. ریاض آقالی برگشته. هورا. همین الان مامور میلتون رو دیدم داچ. ابیگل به شلیک کرد. حالش خوبه. البته اگه براتون اهمیت چندانی داشته باشه. هی موشا همگی شما. ظاهرا مایکا پیر با میلتونا خیلی صمیمی بوده. چی مزخرفی داری میگی گفت چرون؟ طالمون دادی. مثل سگ دروغ میگه. داچ به آینده فکر کن. میلتون بهم گفت. تو حرفشونو باور کردی ریاض آقالی؟ الان دیگه همه چی با حق جور در میاد. نه اصلا هم نمیاد. داچ فکر کن. داچ به یه دردی بخور دیگه. داچ جان